غلو خمینی درباره فاطمه زهرا رضی الله عنها. بینندگان محترم، اهل سنت و جماعت بر این باورند که فاطمه زهرا رضی الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهترین بانوی عالم در فضیلت و برتری و نسب بوده و سرور بانوان بهشت است. در کتاب صحیح بخاری حدیث شماره 6285 و صحیح مسلم حدیث شماره 2450 در باب مناقب فاطمه رضی الله عنها روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان فرمودند: یا فاطمه اما ترضین ان تکونی سیدة نساء المؤمنین او سیدة نساء هذه الامه؟ ای فاطمه، آیا راضی نمیشوی که سرور زنهای مؤمنان و یا سرور زنهای این امت باشی؟ اما دشمنی آخوندهای رافضی با باور توحید سبب شده تا به قصد تخریب مقام نبوت و بی‌عرض جلوه دادن آن با غلو و زیاده روی در حق این بانوی بزرگوار ایشان را صاحب وحی الهی دانسته و هم رتبه پیامبران الهی قرار دهند، به این امید که بتوانند با ادعای دفاع از حق فاطمه زهرا و جایگاه ایشان از احساس پاک مردم نسبت به این بانوی بزرگوار سوء استفاده نموده و خود را وارث راه ایشان بدانند و بدین وسیله مال و ناموس آنان را به غارت برند. به این کلیپ از آخوند خمینی توجه نمایید. من راجع به حضرت صدیقه سلام الله علیها خودم قاصر میدانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا میکنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه می‌فرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفته آمده جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء اعظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اون چه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است. کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همونطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است. کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است، همونطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است. کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است، همونطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است. کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل
برای کسی مسئله ساده نیست. خیال نشد که جبرئیل برای هر کسی میاد و امکان دارد بیاد. تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل میاد پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد امکان ندارد این معنا. و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است، مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است. بعد از این هم بین کسی دیگه نشده است. حتی درباره ائمه من ندیدم که وارد شده باشد اینطور که جبرئیل برشون نازل شده باشد. نزول فرشته وحی برای رساندن پیام الله متعال به پیامبرانش و خدمت به رسالت آن بندگان برگزیده الهی بوده است و به همین علت پس از وفات پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان آخرین فرستاده الهی دیگر جبرئیل علیه السلام برای رساندن دستورات الهی مرتبط به دین به زمین فرستاده نمی شود، زیرا که الله متعال فرمود اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. تکمیل دین به معنای پایان رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و پایان رسالت ایشان به معنای پایان رسالت فرشته وحی یعنی جبرئیل امین علیه السلام است، زیرا بعد از پیامبران پیامبر دیگری برگزیده نخواهد شد، همان گونه که الله متعال می‌فرماید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده الله و آخرین پیامبر است و الله به هر چیزی داناست. اما داستان نازل شدن جبرئیل امین علیه السلام بر فاطمه رضی الله عنها نه تنها دروغی بی پایه و اساس است، بلکه با باور ایمان به ختم نبوت نیز تضاد کامل دارد و با پذیرفتن آن اعتقاد بر تکمیل شدن دین باوری بی پایه و اساس است. همچنین باید افزود که این ادعای دروغین این کلام الله متعال را نیز زیر سؤال میبرد که فرمود وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و پیش از تو جز مردانی را نفرستادیم که به آنان وحی می کردیم، پس اگر شما نمی دانید از اهل کتاب بپرسید. طبق این آیه تمام پیامبران الهی از مردان بودند و فقط به آنان وحی صورت گرفته است. و اگر گفته شود که طبق آیه قرآنی جبرئیل بر مریم علیه السلام نازل شده است و همچنین الله متعال در سوره قصص از وحی به مادر موسی علیه السلام سخن میگوید، در جواب باید گفت الله متعال درباره مادر موسی علیه السلام میفرماید وأوحينا إلى
موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. و به مادر موسی الهام کردیم که به او شیر بده و هنگامی که بر او ترسیدی او را به دریا بینداز و مترس و اندوهگین مباش، به یقین ما او را به نزد تو باز خواهیم گرداند و او را از زمره پیامبران می‌گردانیم. وحی به مادر موسی علیه السلام به معنای الهام به ایشان است و هیچ دلیلی بر ارسال جبرئیل علیه السلام به سوی ایشان وجود ندارد، همان گونه که الله متعال درباره زنبور عسل می‌فرماید: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که در کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که می‌سازند لانه سازی کن. و اما الله متعال درباره ملاقات جبرئیل با مریم علیه السلام می‌فرماید: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. و در برابرشان پرده ای آویخت. جبرئیل را نزدش فرستادیم و چون انسانی خوشندام برایش نمایان شد. مریم گفت: اگر به راستی پرهیزکاری از تو به پروردگار رحمان پناه میبرم. گفت: من فرستاده پروردگارت هستم تا کودک پاک و پاکیزه‌ای به تو ببخشم. این آیات نیز آشکار دلالت دارد که ملاقات جبرئیل و مریم علیه السلام فقط به خاطر حمل عیسی علیه السلام بوده است و هیچ دلیل دیگری نداشته است. و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اونچه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است. حال باید از پیروان این آخوند پرسید: اگر جبرئیل علیه السلام آنچه را که در آینده بر ذریه ایشان می رسیده بیان نموده است و علی رضی الله عنه هم آن را نوشته است، پس چرا علی رضی الله عنه هیچ استفاده ای از این کتاب نکرد و یا در اختیار فرزندان خود قرار نداد تا با بهره گرفتن از آن از خیانت دشمنان خود در امان بمانند؟ مسئله آمدن جبرئیل برای کسی مسئله ساده نیست. خیال نشد که جبرئیل برای هر کسی میاد و امکان دارد بیاد. تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل میاد پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد امکان ندارد این معنا. و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است. بعد از این هم بین کسی دیگه نشده است. حتی درباره ائمه من ندیدم که وارد شده باشد اینطور که جبرئیل برشون نازل شده باشد. طبق استدلال این آخوند رافضی بر پیروانش لازم است تا مریم علیه السلام را از تمامی امامان شیعه برتر بدانند، زیرا جبرئیل علیه السلام بر آنان نازل نشده
و بر مریم علیه السلام نازل شده است.